این فوتبالیست‌ها کسایی که به تیم ملی اصلی خودشون خوش کردن و باور کن نفر اولش واقعا غافلگیرت میکنه. شماره 4 نیکو ویلیامز. نیکو توی اسپانیا به دنیا اومده ولی پدر و مادرش اهل غنا هستن. اون میتونست مثل برادرش ایناکی ویلیامز راه ریشه‌هاش رو دنبال کنه، کسی که با افتخار تیم ملی غنا رو انتخاب کرد. اما نیکو مسیر دیگه ای رفت. وقتی اسپانیا پیراهنش رو بهش پیشنهاد داد لحظه تردید نکرد. یکی راه وطن رو انتخاب کرد، اون یکی راه شهرت رو. شماره 3 اوزیل، یکی از بزرگترین بازیسازهای تاریخ آلمان، ولی میدونستی اوزیل در واقع ترک تباره که آلمان به دنیا اومده بود. وقتی انتخاب رسید آلمان رو انتخاب کرد، اما آخرش از تیم ملی کنار رفت و گفت وقتی میبریم من آلمانی ام ولی وقتی میبازیم خارجی ام. شماره 2 ارلینگ هالند، یکی از ترسناکترین مهاجمای دنیا. الان برای نروژ بازی میکنه ولی میدونی کجا به دنیا اومده؟ انگلیس. پدرش اون موقع بازیکن لیدز یونایتد بود و ارلینگ هم همون موقع اونجا به دنیا اومد. و اما شماره 1 پپه. هم فکر میکنم پپه پرتغالیه، نه، ولی در واقع اون تو برزیل به دنیا اومده و همونجا بزرگ شده. با این حال وقتی لحظه تصمیم گیری رسید پرتغال رو انتخاب کرد و اونقدر برای تیمش جنگید که از خود پرتغالی ها هم پرتغالی تر شد.